الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. در این درس انشاءالله ما روش و طریقه آموختن قرآن کریم را بیان میکنیم بنا به تقاضای بعضی خواهران و برادران. البته قبل از این روش بیان کنیم، انسان هر یکی به خود فکر کنه که قرآن نزد از او چی اهمیت داره و چی اهتمام بالای قرآن داره، چی وقتی برای قرآن میدهد. در اون صورت انشاءالله به آسانی میتونه قرآن یاد بگیره یا حفظ کنه. اول از همه حدیثی را که خواندیم، عثمان بن عفان رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنن، فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم: بهترین شما خیرکم، بهترین شما. در بعضی روایت افضلکم هم آمده. من تعلم القرآن، شخصی که قرآن را آموخته، یاد گرفته، برابر است که از رو یاد گرفته یا اینکه از بر یاد گرفته، و علمه و این قرآن یاد گرفته خدا به دیگرها تعلیم داده و دیگرها رسانده. این بهترین انسان در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. احادیث زیادی در فضل قرآن، در فضل حفظ قرآن، حافظ قرآن و فضل کسی که قرآن را مجرد یعنی میخوانه، زیاد احادیث آمده. اگر ما او را ذکر کنیم باز وقت کم برای اصلی درس میمانه، و خاطر انسان قبل از خواندن قرآن این احادیث بخوانه، یاد بگیره و اهمیت قرآن بدانه، باز انشاءالله قرآن برش آسان می باشه. المهم وقتی که میخواه قرآن یاد بگیره، در مرحله اول از همه مقدمه یاد گرفتن قرآن را باید اهتمام بده و یاد بگیره. یعنی مقدمه چی است؟ مقدمه قاعده نورانی یا قاعده بغدادی، دو تا قاعده مشهور است. این قاعده الفبای عربی به طور مفرد و به طور ترکیبی جملات ذکر شده. انسان وقتی که الفبای عربی را یاد گرفت، نطقاً و کتابتاً و همچنان یعنی حرفها را درست شناخت که این حرف کاف است، یه حرف قاف است، یه حرف فلان است، و به زبان هم درست تلفظ کرده تانست. در این وقتی که این را درست یاد گرفت، مرحله بعدی که قرآن را شروع میکنه برش انشاءالله آسان میشه. البته در خواندن قاعده یک استاد ماهر رو درست انتخاب کنه تا اینکه این مرحله تأسیسی ابتدایی است، حروف درست نطق کنه. یعنی مهم است که تلفظ حروف درست باید یاد بگیره. مثلا الف با تا ثا میایم سا یاد نگیره. وقتی که سا یاد گرفت، بازم خواندن فارسی و یا ترکیش و باز عربیش فرق نمیکنه، بازش در قرآن خواندنش باید کدام تأثیری نداره. در ابتدا به هر مشکلی که میشه باید حروف درست تلفظ کنه، مانندی عربا که تلفظ میکنه مانند از او. در مرحله بعدی انتقال کنه به خواندن، یاد گرفتن قرآن کریم. وقتی که قرآن هم شروع کنه برای یاد گرفتن یا حفظ کردن یا از رو خواندن، ابتدا از سوره های خرد شروع کنه، یعنی از سوره فاتحه و بعد از او از الناس، از آخر شروع کنه به بالا به طرف بقره بیاید. سوره های خرد به خاطری که ای آسان است. یکی دوم عزیز که سوره های خرد است، هر وقتی که یک سوره ختم میشه تشویق میشه، گویا اینکه من یک سوره را ختم کردم به سوره بعدی انتقال میکنه، یک نوع تشویق است براش. سوم میشه که این سوره ها را در نماز میخوانه و سوره هایی را که در نماز میخوانه این اهمیت بدهد، چون نماز یعنی چیزی مهم است و باید به تلفظ درست قرائت بکنه. به او خاطر یعنی گفتیم ابتدا از آخر شروع کنه و استاد ماهر، از همه مهم استاد ماهر باید قبل از همه انتخاب کنه، برابر است که استادی که در قاعده داشته اگر بهتر بوده باشه امرای از او استمرار بده یا استاد دیگری، المهم استاد ماهر بوده باشه. ابتدا وقتی که شروع میکنه هر سوره را، مثلا سوره فاتحه را شروع میکنه، میخواد که را یاد بگیره، این را باید هم از بر یاد بگیره و هم از رو باید درست سوره فاتحه را یاد بگیره.
مثلا آیت اولی الحمدلله رب العالمین، این سوره را این آیت اینقدر تکرار کنه، اینقدر بخونه از استاد خود، قاریای دیگری که آوازاشان در یوتیوب ثبت است یا اینکه در کسیتا ثبت است، از اونا اینقدر درست این آیت یاد بگیره که هیچ اصلا خطایی نداشته باشه در هیچ چیزش. الحمدلله ایتونه شوه که الحمدلله لام دول بخوانه نه، یا مثلا این تو بگه الحمدلله نه، حاره درست نسخش درست بکنه لله، یا مثلا میگه لله نه، تا با وقتی که لله به همین قسم تلفظ نکنه پیش نرود. رب العالمین، رب العالمین رقم نه، رب العالمین نه، کوشش کنن تا با وقتی که رب العالمین اما تو تلفظ کرد بعد از او آیتی بعدی نه انتقال کنه. به همین روش آیت به آیت تا آخری سوره را یاد بگیره و هر روز به استاد خود درس خود که تیر میکنه کوشش کنه از اول سوره درس بری استاد بگذراند، چون هر روز که درس تکرارا میگذرانه باز تلفظش بهتر شده رفتن میگیره. وقتی که یک سوره را یاد گرفت و سوره بعدی انتقال کنه و سوره بعدی را که یاد میگیره این سوره را هم هر روز بری استاد خود، یعنی درسی که به درسش نزدیک است این را هر روز باید به استاد تیر کنه. وقتی که چند سوره یاد گرفت باز اینجا امی درس های خود سه تقسیم کنه، یکی درس، یکی جنب درس یعنی پهلوی درس، درس هایی که 2 روز و 2 روز قبل خوانده، یکی مراجعه، بعضیا منزل میگن، یعنی درس هایی که 1 ماه یا 10 روز 20 روز قبل خوانده. این درس ها را تو 3 تقسیم که کرد، درس هر روز میخوانه، جنب درس یعنی آنچه که پهلوی درس از 2 روز یا 2 روز قبل ایره هم هر روز بری استاد خود تیر کنه و هر روز تفاوت میکنه. آیت چند قبل که رفت باز جنب درسش هم، یعنی درسی 2 روز 3 روز قبل باید هر روز بری استاد خود تیر کنه. و مراجعه هر روز باید 1 سوره، لا اقل هر روز 1 سوره بری استاد خود تیر کنه، اگر زیاد وقت داشت بیشتر تیر کنه. به همین ترتیب حفظ یزی زیادتر پخته میشه، هر روز بهتر شده رفتن میگیره، به تدریج میتونه که این قرآن به درستی یاد بگیره. وقتی که شخص چند سوره یا چند جزئی را که به می طریقه یاد گرفت، مرحله بعدی انتقال به مراجعه نفس خود، یعنی هر روز یک سهم خاصی داشته باشه که هر روز باید این قدر 1 جز 2 جز باید هر روز تلاوت کنه به استمرار و این زیادتر قرآن برش پخته می سازه، ولو که از روی یا از بر. و دیگر انسان سوره‌ای را که یاد گرفته کوشش کنه که این سوره ها را در نماز تطبیقاً بخونه، هر روز در نمازهای سنت فرض این سورت ها را بخونه، چه مرد است چه زن، تا این که این زیادتر پخته تر شده رفتن بگیره. و همچنان از قرای مشهور، قاریای مشهور مثل عبدالباسط، شیخ منشاوی، ابراهیم الاخضر یا شیخ علی ابن عبدالرحمن الحذیفی، امثال از اینها قاریای مشهور زیاد گوش بگیره، این هم برای انسان زیاد کمک میکند. و بعد از این کوشش کنه که معانی قرآن اهتمام بده، سوره هایی را که یاد کرده معانی از این را درست یاد بگیره و این هم برش کمک میکنه که حفظش بهتر شود و تلاوتش بهتر شود. به همین طریقه انسان اگر این روش انتخاب کنه، الله تعالی قرآن برش آسان میگرده. قرآن خودش آسان است و الله تعالی برش آسان میگردانه و قرآن به طریقه درست انشاءالله که یاد میگیره و انشاءالله به دیگرها هم میرساند. یک چیز باید فراموش نکنیم، در تمام این مراحل همیشه انسان دعا بکنه، عجز و ناتوانی خود به الله تعالی پیش بکند و از الله کمک بخواد. تا با وقتی که کمک الله تعالی نبوده باشه انسان هیچ چیزی را پیش برده نمیتواند. در اخیر دعا میکنیم اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا و نور صدورنا و جلاء احزاننا و ذهاب همومنا و غمومنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. یا الله تعالی قرآن کریم را بهار دل هر خواهر و برادر مسلمان بگردانی. یا الله این قرآن کریم را روز قیامت شفیع بر ما قرار بدهی. یا الله قرآن را حجت بگردانی، حجت به نفع ما بگردانی روز قیامت، نه حجت علیه ما.
یا الله قرآن را راهنمود زندگی ما بگردانی که به قرآن عمل کنیم، به قرآن عشق داشته باشیم، علاقه داشته باشیم، تلاوت کنیم همیشه و به دیگران هم برسانیم. یا الله تعالی قرآن را سبب عزتی هر خواهر و برادری مسلمان بگردانی. یا الله قرآن را سبب برکت و خیر در زندگی ما بگردانی. یا الله محبت ما را به قرآن بیشتر بسازی. یا الله تعالی قرآن را روز قیامت تاج سر بر سر والدین ما بگردانی. یا الله درجات و منازل ما را در جنت به سبب قرآن بلند ببری. یا الله قرآن را بری ما همیشه روشنایی قرار بدی، هم در زندگیمان و هم در قبرمان و هم در آخرت. در آخر به این شعر گپای خدا به خاتمه میرسانیم. قرب حق حاصل ز قرآن می شود، باطنت هر دم چراغان می شود. قرآن بخوان تا این که روشنی را در زندگی خود و در قبر خود و در آخرت خود ببینی. روشنی قرآن را. بارک الله فیکم.